کمبود آفتاب میتونه به اندازه سیگار کشیدن خطرناک باشه. یه مطالعه مهم در جورنال آف اینترنال مدیسین یه نتیجه جالب داره. کمبود قرار گرفتن در معرض نور خورشید میتونه به اندازه کشیدن سیگار ریسک مرگ رو بالا ببره. تو این مطالعه محققا حدود 29000 زن سوئدی رو بررسی کردن و میزان متوسط قرار گرفتنشون در معرض نور خورشید رو ارزیابی کردن. فرضیه اولشون این بود که زنانی که بیشتر میزان آفتاب گرفتن رو دارن به دلیل افزایش ریسک سرطان پوست بیشتر در معرض مرگ قرار میگیرن. اما نتیجه دقیقاً برعکس از آب در اومد. در حدود 20 سال پیگیری مشخص شد زنانی که از نور خورشید اجتناب میکردن ریسک بالاتری برای بیماری قلبی عروقی و همچنین مرگ به هر علت داشتن. قسمت جالبتر اینجاست که زنانی که سیگار میکشیدن اما بیشتر میزان قرار گرفتن در معرض آفتاب داشتن تقریبا همون میزان مرگ و میر رو نشون دادن. اینجا میشه با ارفاق یه برداشت غیر مستقیم کرد که دوری از نور خورشید میتونه به اندازه سیگار کشیدن مضر باشه. به طور کل پیام این مطالعه روشنه، نه افراط نه اجتناب کامل. نور خورشید اگر به درستی و به اندازه دریافت بشه بخش مهمی از سلامت قلب، متابولیسم و حتی طول عمر ماست.